بشناسه فامیل بی غیرت دختر نده، فامیل بی عزت دختر نده. به الله قسم، الله اکبر. خواهر پیشم آمد اولاد خود توصیه کرده بود که با فلان فامیل قطع تعلقه بکنه، قطعا تعلقه قطع بکنه. ما از پیشش سوال کردم که مادر یا اقارب هستن، چرا شما این اعلان سخته به اولادتان میکنه؟ گفت مولوی صاحب یک سخن در بین لطه برات میگم و خودی دادم هوشیار استی میفهمی. گفت نمیخوام خانواده خودم لباس بسازم. ما درک کردم که زن با غیرت است، زن شهامت داره. این نمیخواه اولادی از این مثل اولادی او خاندانی که کلایش لچ است در بازار فخر میکنه ساجق میجوه. نمیخواه دخترش مثل دختری از او خاندان شوه، بچهش مثل بچه او خاندان شوه. ما گفتم بله، الله متعال به خاطر امی غیرت انشاءالله ایمان درست و عقیده درست نصیبت میکنه که غیرت داری. فامیلی را خبر دارم با عذر پیششان رفته. دختر به پدر و مادر خود گفته که پدر جان، مادر جان، مرا به یک شخص خیلی فقیری که حتی اتاقم نداشته باشه، اتاق نداشته باشه، در پارک خیمه زده باشه، اما با غیرت باشه، متدین باشه، مرا امر بکنه که روی تا برادرم نبینه. به مطور شخص بده. این خاندان میشناسم که حتی در وزارت ها پایایشان رسیده، ملک و مال و داراییشان حساب نمیشه، هر بچهش 2 و 3 موتر داره، تحصیلاتشان تا بیرونه، افرادشان هم در بیرون است. به الله قسم اگر 1 ساعت خوش باشم که در اینطور خانواده تیر کنم، 1 ساعت خوش باشم. ما الحمدلله عزت دارم، برای من عزتم کافی است. صحابه اینطور نبودن، نه زندگی مرفه داشتن، نه موترهای لکس داشتن، نه بیلدینگای خیلی چندین منزل داشتن و نه وزارت ها و ریاست ها داشتن. مردم با غیرت و با عفت و با حشمت بود. الله عزت برشان داده. کجا رفته از ما، کجا کوچ کرده؟ ما چرا نزدیک میشیم؟ ولا تقربوا الزنا، الله برای ما فرمان میده. ما چرا نزدیک میشیم؟ انه کان فاحشه، زنا فاحشه است، بی حیایی است، انسان بی حیا میسازه، غیرت و شهامت از بین میبره، چشما را پایین میندازه. الله رحم بکنه، بسیار الله رحم بکنه. شما باور به الله متعال بکنه. دختر زنگ زده مادری خودم میبینه که زنا میکنه، نعوذ بالله. زن زنگ زده شوهرم میگه که فلانی را طلب بکن. لعنتی الله سری طور قوم نمیشه، سری طور ولس نمیشه. در این وطن و دیاری ما زندگی میکنه. ما ایران ماندیم. متاع دنیا چه حیثیت داره؟ متاع دنیا مال دارایی برای عزیزت که آبروی ده حفظ بکنی. مال دارایی به این خاطر است که جان ده حفظ بکنی، ناموس ده حفظ بکنی، نه که ناموس مستخدم برای کسب مادیات دنیا مقرر کن. برو روان کن. آخر زمان است. اعمال انسان یقین به الله بکو، به مردم پیش میشه، را یاد داشته باشی. آخر زمان است. آنقدر از احتیاط کار بگیره که هیچ پرسان نکو. یقین به الله بکنی ایتو اعمال ما پس در روی مردم کشانده شوه که مردم برات بگه که یک سی تو نیست، این تو نیستی، در این مجلس حضوری تو نیست، این دختری تو نیست، این زنی تو نیست. خوش نشوه که توی بچه خاله است و بچه همه است، بانکی اجازه بدم بیازو بندی زنا در خانه. وجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاتي